دو خط شاهنامه از سیمرغ. نویسنده حدیث لظرغلامی، تصویرگر سنا حبیبی راد. انتشارات پرتقال. دمم دم طاووس، بدنم بدن عقاب، کلم کله سگ، پنجه‌هام پنجه شیر. تو با عجیب ترین موجود دنیا دوستی که آماده است هر کاری برات بکنه. بیا این پرمال تو، برش دار. هر وقت کارم داشتی بندازش توی آتیش. داد بزن سیمرغ، سیمرغ ظاهر شو. من همون لحظه ظاهر میشم. حالا برات چیکار کنم؟ پیشنهاد میکنم با من بیای کوه قاف زندگی کنی. آخه من توی کوه قاف لونه ساختم. بلدم. اوخ اصلاً بزرگترا میگن اونجا خیلی دوره. خب باشه نخواستیم. میخوای نینی توی شکم مامان تو برات به دنیا بیارم؟ آخه پهلوون رستمو من به دنیا آوردم. بلدم. اوخ اصلاً بزرگترا میگن این روزا نینیا توی بیمارستان به دنیا میان. خب باشه نخواستیم. میخوای نینیتونو بدی من مراقبش باشم؟ آخه زال بابای پهلوون رستمو من بزرگ کردم. بلدم. اوخ اصلاً این روزا بچه‌ها میرن مهد کودک؟ خب باشه نخواستیم. خب اصلاً بیا با هم پرواز کنیم. آخه من هر روز این کارو میکنم. بلدم. اوخ اصلاً بزرگترا میگن این روزا همه با هواپیما پرواز میکنن. خب باشه نخواستیم. خب اصلا من میرم و تو هر کاری که میگم بکن. اوخ اصلا تو دوست داری با من بیای کوه قاف و کارهای عجیب و غریب انجام بدیم؟ خب باشه. این دفعه خواستیم. کافیه پرم و آتیش بزنی تا دوباره ظاهر بشم.